ده شهروند تاجیکستان از آن شکایت دارند که از روز 22 اپریل سال 2024 در یک منطقه بین مرز روسیه و قزاقستان در روبروی گذرگاه سغرچین در مرز با ولایت ارنبورگ در ماندند، چون که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را تنها بعد تفتیش موشکافانه به قلمرو این کشور راه می‌دهند. به گفته مؤلف ویدیو که یک نسخه‌اش به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید، شماره شهروندان تاجیک در روبروی گذرگاه سغرچین در مانده الکی تا صبح 24 اپریل به 180 نفر رسید و برخی آنها الکی 3 روز باز در اینجا در ماندند. مهاجران تاجیک روی روسیه میگویند در این 3 شبانه روز مرزبانان روس تنها 10 ماشین با شهروندان تاجیکستان را راه دادند. شهروندان کشورهای دیگر ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان به یگان مشکلات گذشته ایستادند، ولی شهروندان تاجیکستان را موشکافانه تفتیش میکنند، حتی درون تلفن‌هایشان را میکوبند که عضو یگان کانال شبه آور نباشند. به مهاجران تاجیک در گذرگاه سغرچین گفتند شهروندان تاجیک تا سن 14 و سن 59 بالا میتوانند بدون تفتیش گذرند، ولی طبق قاعده نفت همه آنهایی که سنشان از 14 تا 59 است باید شدیداً تفتیش کرده شوند. با نقلیات زمینی که نرخش ارزانتر است، بر روسیه اساسا مردم میرود که پول چپته هواپیما برایشان گران است. شهروندان تاجیکستان در گذرگاه سغرچین در مانده شکایت دارند که آنها چند روز باز در منطقه بین مرز روسیه و قزاقستان در یک شرایط خیلی طاقت فرسا بدون خوراک و آب به سر میبرند و مجبورند در درون ماشین ها یا حتی در صحرا بخوابند. هنوز معلوم نیست که چنین محدودیت های شدید برای شهروندان تاجیکستان در راه ورود به قلمرو روسیه تنها در این گذرگاه جاری کرده شده است و یا در دیگر گذرگاه‌های مرزی روسیه و قزاقستان و باقی نقطه‌های عبور مرز روسیه از جمله در فرودگاه‌های آن کشور نیز به شهروندان تاجیکستان این محدودیت‌ها جاری شدند. جانب روسیه و همین طور سفارت تاجیکستان در مسکو هنوز این مشکلات پیش آمده برای شهروندان تاجیک در مرز روسیه و قزاقستان را شرح ندادند، ولی تفتیش شدن شهروندان تاجیکستان در گذرگاه سغرچین روز 22 اپریل سال 2024 درست یک ماه بعد حمله خونین روز 22 مارت در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو که 145 کشته به جا گذاشت جاری گردید. مسئولیت آن حمله را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را نیز در این حمله خونین عیبدار کنند. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 18 نفر دستگیر شدند که 16 نفرش از جمله همه 4 نفری که مقامات روسیه عاملان اساسی حمله میشمارند از تاجیکستانند. ناظران امور مورد توجه ویژه مقامات روسیه قرار گرفتن شهروندان تاجیکستان را محض به این بستگی می‌دهند که متاسفانه وقت‌های آخر زادگان تاجیکستان با یک نیروی ضربه‌زن سازمان تروریستی داعش تبدیل یافتند و امیسرهای داعش از تاجیک‌ها در انجام حمله‌های در کشورهای گوناگون خیلی زیاد استفاده برده ایستادند. در روسیه نیز در پی حمله کراکوس دعوت‌ها برای جاری کردن ویزا با تاجیکستان و محدودیت‌های دیگر برای مهاجران تاجیک از جمله دیگر به آنها ندادن شهروندی روسی بلندتر صدا داده ایستادند. قاعده‌های ورود شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه در عین اوج موسم نو مهاجرت کاری از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه شدیدتر کرده شد. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج و اساساً به روسیه می‌روند. آنها هر سال به وطن چند میلیارد دلار پول می‌فرستند که یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌های تاجیک و یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این کشور دانسته می‌شود.